امروز 29/6/1403 پنجشنبه است. اینجا یه زمانی بام تهران بود، الان شده بام خونه ها. اومدیم آموزش یک. منطقه اونجا که چیتگر پالادیوم هم اون سمت، ببخشید ایران مال پالادیوم فرشه از زعفرانی هم. ایران مال دریاچه چیتگر به منطقه 22. زومش کنیم. برج میلاد کجاست؟ تو آلودگی، تو هوای کثیف، دود، افق رباط‌کریم، طلوع رباط‌کریم، غروب رباط‌کریم. اینجوری آموزش میدن ها. کامیون، اتوبوس، لیفت تراک داره، بیل مکانیکی داره، جره صغیر داره. اینجا جره صغیرش. تراکتور داره. اونا دارن آموزش میبینن. دوره این تپشه، تپه کامیون. من یک شنبه امتحان دارم کامیون، یکم اینجوری باید گاز بدی بری بالا. پای دو هم داره با خاوره، ویندوز هم داره. اینجا یکم هوا پاکه، آسمون آبیه. خب انشالله که یک شنبه بیایم یکم امتحان بدیم قبول شیم. بند و بساط و سبد کالا. ببینیم چی میشه دیگه. ولی اینجا قبلا بام تهران، این منطقه که داری میبینی الان اینجا حصار کشیدن، قبلا بام تهران بودش. نیمکت ایناش اونجا چیزش هستش واسه نشستن. الان دیگه شده بام این خونه ها. تا اینجا ساخت و ساز شده. دعا کنید واسه یک شنبه دیگه انشالله که قبول شد.